با سلام خدمت دوستانی که در روم تشریف دارن و با عرض تسلیت خدمت خانواده های کشته شدگان دیشب و آرزوی پیروزی و بهروزی برای همه ایرانیان. دیشب خیلی برای من شب نگران کننده ای بود. بعد از اینکه اینترنت به کلی ارتباطاتم با داخل ایران قطع شد، فیلم فردیس کرج که اومد، خب برام باور نکردنی بود. خیلی صحنه وحشتناکی بود و خب گروک به من اطلاعات اشتباه داد و منعکس کردم. خب تایید شده، این فیلم تایید شده و الان خبرایی که دارم، حالا بعضی منابع که حالا میشه گفت محافظه کارن، گفتن 7 نفر کشته شدن در پردیس کرج. الان هم خبرایی که دارم، حداقل خیابون شریعتی تهران میدونم خیلی شلوغه و تعداد کشته شده‌های دیشب تهران را از 50 نفر شنیدم تا 200 نفر که مشخص نیست و شاید بیشتر باشه. هنوز اطلاع دقیقی ما نداریم از فاجعه‌ای که دیشب رخ داده، ولی خیلی روشن هست که تمام نشده. اعتراضات بسیار بسیار عمیق‌تر و گسترده‌تر از اون هست که ما تصورش رو می‌کردیم. یعنی اینجور نیست که اگر سپاه رو وارد خیابون بکنن و دستور قتل عام بدن، کشتار دست جمعی بدن، مردم عقب نشینی بکنن. و واقعیت اینه که بخش زیادی از مردم ایران هم چیزی برای از دست دادن ندارن. یعنی جوانهای ما بر سر یه دوراهی قرار گرفتن که یا باید خودکشی کنن یا باید بجنگن برای به دست آوردن زندگیشون. این تراژدی تلخی است که در ایران میگذره و متاسفانه ما در این 47 سال با یک حکومتی سر و کار داشتیم که میشه گفت بی سابقه بود عملکردش در تاریخ ایران. یعنی یک نظام سیاسی به شدت عقب مانده، وحشی، که متکی بود بر درآمدهای میلیاردها دلار، درآمدهای نفتی ایران که همه رو به باد داد، همه رو نابود کرد، به جز دزدی‌هایی که شد، به جز فسادهایی که شد. هرچه توهمات ایدئولوژیکی خارج کرد. در غزه تونل بسازه، شاید در ایران هم از این تونل های زیرزمینی زیاد باشه، برای حزب الله تونل بسازه و نابود کرد ایران و رفتارش با مردم که خب من نمیدونم. حالا من این استدلالی که آقای دانشگر مطرح میکنن برای من استدلال خیلی خیلی مقبولی است برای همه اقشار مردم، که فرض کنیم در اثر این انقلاب بزرگی که در ایران داره تحقق پیدا میکنه، اصلا فرض را ما بر این بذاریم که یک حکومت پادشاهی مستبد سر کار میاد. ولی حداقل ما میدونیم که این استبدادی که به فرض محال بر ایران حاکم خواهد شد که استبداد سکولار توسعه گرا خواهد بود، به مردم، به خونی مردم، به زندگی مردم، به حریم خصوصی مردم. یعنی همه اون چیزهایی که ما در دوران پهلوی داشتیم و قدرش رو نمیدونستیم، دستاندازی نخواهد کرد. جمهوری اسلامی دستاندازی کرد، ولی بالاخره به فرض اینکه یک دیکتاتوری سکولار پادشاهی هم سر کار بیاد، دستاندازی نمیکنه. مردم میتونن زندگی نرمال داشته باشن که قطعا اینطور نخواهد بود. یعنی من به هیچ وجه باور نمی کنم که در آینده ایران ما با شاهد یک نظام دیکتاتوری باشیم. هم مردم تجربه دارن، هم آقای شاهزاده رضا پهلوی تجربه داره و خیلی خیلی غیر محتمل هست چنین آینده‌ای برای ایران. آینده خوبی رو میبینم، آینده بسیار روشنی رو میبینم. این نکته رو مجددا تأکید کنم که در ویدیوی آخرم گفتم که این فداکاری که ما در مردم ایران میبینیم بی‌نظیره در تاریخ ایران. یعنی ببینید ما در 57 اگر افرادی وارد خیابون ها می شدند به عنوان تظاهرات، به رغم اینکه ارتش در خیابون ها مستقر بود، ولی میدونستند که تیراندازی نخواهد شد، کشته نخواهند شد. ما فیلم ها و ویدیوها رو زیاد دیدیم که مردم گل میزنن به سر تفنگ های نظامیان مستقر در خیابان ها
و اونها هم با لبخند جواب میدن. ما به جز مقاطعی مثل 17 شهریور که اون هم علل خاص خودش رو داشت و ناشی از ناهماهنگی دولت وقت بود در اعلام حکومت نظامی و اغراق‌هایی که البته درباره تعداد کشته شدگان 17 شهریور اتفاق افتاد، ما شاهد چنین کشتارهایی نبودیم. ولی الان خیلی خیلی روشنه، به خصوص با تهدیدات آقای محسنی اژه‌ای، که اگر کسانی دستگیر بشن احتمالش خیلی خیلی زیاده که همون اول بلافاصله اونها رو تیربارون بکنن، به گلوله ببندن و حتی به کارشون به دادگاه هم نکشه تحت عنوان محاربی که در حال جنگ مسلحانه است یا عامل اسرائیل یا عامل آمریکا و عناوینی شبیه به این. بنابراین این جمعیت انبوه عظیم و بی سابقه ای که وارد خیابون ها میشه خطر مرگ رو کاملا قبول کرده و خیلی متفاوت هست با اعتراضات سال 57. خب من حالا نمیخوام وقت دوستان رو زیاد بگیرم. امشب قطعا اعتراضات انقلاب 404 قطعا اوج بیشتری میگیره. ما به روزهای تعیین کننده داریم نزدیک میشیم. در واقع باید دقیق شماری کرد برای تحولاتی که در ایران اتفاق میفته و تنها راهی که برای نظام جمهوری اسلامی باقی مونده وارد کردن همه نیروهای وفادار به خودش در سپاه و بسیج و غیره هست و کشتار گسترده تر حتی از دیشب، که این هم نمیدونم واقعا چقدر براش امکان پذیر هست و چقدر همون نیروهای سپاهی و بسیج تمکین خواهند کرد در برابر چنین توحشی که البته خب فرض بر این است که تعدادی اطاعت خواهند کرد و تعدادی هم دیوانهای متوهم ایدئولوژیکی هستند که به حد اکثر توحش دست خواهند زد. ولی این شور و فداکاری و ایثاری که آدم در مردم میبینه که با این شکل انبوه خطر مرگ رو به جان خریدن و سینه سپر کردن و به استقبال مرگ رفتن برای آزادی خودشون، برای به دست آوردن کرامت خودشون، برای به دست آوردن یه زندگی شرافتمندانه و نرمال که در همه دنیا بسیاری از مردم از اون برخوردار هستند، این به هیچ وجه فرو نشینه و این گونه حرکت ها قطعا اوج بیشتری میده به جنبش اعتراضی مردم ایران و همونطور که دوستان فرمودن واقعا شایسته است که عنوان انقلاب ملی، انقلاب 404 این خیزش بزرگ داده بشه. پایان عرایزم. آقای شهبازی، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. به نظر شما یعنی ارزیابی شما از جمهوری اسلامی پلن‌های بعدیش چیه؟ یعنی این سرکوب بیشتر خواهد کرد، به هر کاری دست خواهد زد یا نه؟ اینو یه اگر ارزیابیتون رو بفرمایید ممنونتون میشم، با توجه به شناختی که از این ساختار دارید. بله عرض کردم، قبلا هم گفته بودم که آخرین راهکاری که دارن وارد کردن سپاه به خیابونها و کشتار گسترده است که دیشب شروع شده و احتمالاً شدت میگیره. مگر اینکه واقعا بترسن از، چون ببینید چنین کشتاری وضعیتشون رو خیلی خیلی خراب میکنه. یعنی خیلی به اصطلاح فرجام وحشتناکی در انتظارشونه. من نمیدونم امشب به این دیوانگی ادامه میدن یا نه. ببینید جمهوری اسلامی تمام راههای گذار میشه گفت کم ضررتر برای مردم ایران رو بسته در طول این سالها. حتی در درون خودش به نیروهای خودش رحم نکرده. یکی مثل میرحسین موسوی رو سالها حصر کرده و اصلاح طلبان رو به اصطلاح محدود کرده، در حالی که همون اصلاح طلب ها ما میبینیم که الان پشت جمهوری اسلامی ایستادن، چون سقوط جمهوری اسلامی رو
برابر با سقوط همه چیز خودشون، حتی هویت خودشون میبینن. خب این نظام الان، این رژیم الان هیچ راهکاری نداره به جز اتکا بر همون هسته سخت خودش. همون هسته سخت، همون بچه های نوجوان های بسیجی که آموزش دادن از بچگی، اسلحه دادن دستشون. تو ویدیوهایی که من دیدم، حتی در شبهای قبل میدیدم که با اسلحه شمری، با تفنگ جسه دارن شلیک میکنن به مردم. و خب الان موقعی که دستور کشتار داده بشه، خیلی ممکنه خیلی فجیعتر و وحشیانه تر وارد خیابون ها بشن و کشتار بکنن، ولی اون عظمت مردم محدودشون میکنه، هم میترسونه و هم ریزش رو درشون زیاد چقدر میکنه. چقدر احتمال ورود آمریکا رو میدید؟ اینکه ترامپ احتمال داره دخالت بکنه اگر این ادامه پیدا کنه امشب، آیا ممکنه ترامپ تصمیم دیگری بگیره؟ ببینید، اگر امشب موفقیت آمیز باشه و نیروهای جمهوری اسلامی عقب نشینی کنند و علائم شکست ظهور بکنه، علائم سقوط نشون داده بشه، به نظر من آمریکا ورود نمیکنه، اسرائیل هم ورود علنی نمیکنه. ولی اگر امشب کشتار بسیار گسترده باشه، یک فاجعه انسانی رخ بده، قطعا آمریکا ورود میکنه. و علاوه یک نکته هم و توجه بکنیم که من فکر نمی کنم مردمم دست خالی باشن. یعنی اگر کار به اونجا برسه، ما فرضاً در استان ایلام دیدیم، ایل ملکشاهی رو دیدیم، در بعضی از این شهرستان ها، مهردشت فرضاً، اون آقای خدایار شیروانی که کشته شد از ایل باصری بود، اینها همه مسلح هستند و اینجور نیست که مردم هم دست خالی باشن و احتمال این که جمهوری اسلامی در اثر یک درگیری مسلحانه سقوط بکنه بدون کمک خارجی، این هم خیلی زیاده. آقای داریوش. درود بر شما آقای سیاوش، ممنونم که دعوت کردید منو. یه سوال هم داشتم از جناب آقای شهبازی عزیز که در مورد نقش عربستان اینجا نظرشون چیه. من فکر میکنم چون عربستان تاثیر خیلی زیادی روی آقای ترامپ داره به خاطر اون پولی که خرج کرده در آمریکا، میتونه تاثیر زیادی داشته باشه و فکر میکنم عربستان بیشتر مایل باشه که جمهوری اسلامی یه استحاله بشه تا اینکه کاملا عوض بشه و شاهزاده بیاد سر کار. خواستم نظر ایشون هم بدونم. ممنون میشم. مرسی که بهم وقت دادید. بفرمایید جناب شعبازی عزیز، در خدمتتون هستیم. بفرمایید. بله. اول یه نکته ارز کنم. الان حضور ذهن ندارم کدوم یک از عزیزان این سرکارخانان محترم بودن، ایشون راجع به صحبت های ترامپ فرمودن که ایشون گفته مردم زیر دست و پا له شدن، یعنی در واقع یه جور منکر کشته شدن مردم شده. اینو اصلا هم که صحبت های ترامپ تا اون زمانی که من دنبال کردم بیانگر مکنونات قلبیش یا سیاست های آمریکا نیست. یعنی موقعی که ایشون چنین دکتر حرفی شعبازی میزنه. ببخشید جسارت میکنم، این خانم در مورد صحبت های آقای فرخ نگهدار بوده بله، اظهار. بعد ایشون ادامش گفتن که این صحبت ها باعث میشه که مثلا ترامپ هم اینطور گفته. ادامه صحبتشون اینو گفتن. و قبلا هم شنیدم به اصطلاح این مطلب گفته شده. ببینید، صحبت های ترامپ به هیچ وجه بیانگر مکنونات قلبیش نیست و سیاست اون نمیخواد در چنین مواقعی سیاست های طبقه بندی شده دولت آمریکا و تصمیمات رو لو بده و بنابراین یا پرت جواب میده یا یک چیزی میگه که منحرف بکنه، که اینو ما بارها دیدیم و راه به اصطلاح رویه معقولش هم همینه برای یه فردی در رده رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا. در مورد سعودی که آیا از تحولات ایران راضی است یا نه، ببینید، سعودی حتی زمان محمد رضا شاه در دهه 1970 رقیب اصلی ایران بود، هم در اوپک و هم در منطقه، و حتی معترض بود. با آمریکایی‌ها شکایت کرده بود که چرا ما با وجودی که عرب هستیم، چرا ما نباید بریم در
عمان و شورشیان کمونیست زفار رو سرکوب کنیم و ایران رفته توی یک کشور عربی به اصطلاح دخالت کرده، حضور پیدا کرده. الان اگر ما در چارچوب همون سیاست ها، همون فضای ژئوپلیتیک دهه 1970 و 1970 بخوایم به اصطلاح داوری کنیم، قضاوت کنیم، تحلیل کنیم، بعد سعودی رقیب ایرانه. ولی اگر ما الان بیایم مسائل رو در چارچوب فضای کنونی، یعنی 2026 ما بخوایم تحلیل کنیم، که طرح‌هایی که وجود داره برای انتقال به اصطلاح زیرساخت‌های هوش مصنوعی به بیابون‌های عربستان و جزیره العرب، به خاک سعودی و امارات و تبدیل این منطقه به هاب بزرگ زیرساخت‌های هوش مصنوعی در دنیا برای آمریکا و اون جغرافیای سیاسی که اینا در پروژهشون دارن، جدیدی که در پروژهشون دارن، در طرحهای کلانشون دارن تغییر بدن و اون جغرافیای سیاسی که پس از جنگ جهانی اول شکل گرفته رو در واقع پایان بدن به اون و یک خاورمیانه جدیدی منطبق با برنامه کلان آمریکا برای سالهای آینده و دهه‌های آینده تنظیم کنند. فکر نمی کنم که سعودی با ایران آینده، یعنی ایران دموکراتیک و شکوفای آینده، زیاد مشکل داشته باشه. به هر حال مسئله مبهمی است، هم مهم هست و هم مبهم هست. اون چیزی که من تصور میکنم و میتونم عرض کنم در همین حد هست.